سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. من سلامین هستم و امروز اومدیم با یه فرد جدید و گیم سگ بریم به ادواردز. اون فرد جدید کسی نیست جز خودت معرفی کن. ابوالفضل. امروز اومدیم با حافظ بریم به ادواردز و گیم سگ. قبل از هر حرف اضافه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و بریم واسه ویدیو. خب حافظ حست چی از اینکه تو ویدیویی؟ مپو احساس خاصی ندارم، ناراحتم. تا 6 صبح بیدار شیم احساس خاصی نمیکنم. دستم نمیرسه به ویلیجر، چون ویلیجر گرفتن یه بلاک بینشون فاصله گذاشت. میتونم برم بالا. چی شد مردی؟ چرا من گیر کردم تو بلاک، پریدم این جا من برم بالا. آخش داشت ببخشید ولی من بدتون حاجی خواستم بدم بده بلو رو بزنم، یه دفعه دیدم به دیفنسشون اند بلاک برگشتم. اند استون بلاک اند بلاک. گیرین خوبه گیرین خوبه بدشون رفت. حاجی کامپو کردم، فهم کردم پیکایی از تیریکس مانیا باید نوبتر باشن، چی پروتر باشن، ولی مثل که برعکس. بیا اومدم وسط. یه امرالد داشتن. بلوها راش دادن. نه بلور رو با درک بزن چون شاف نباشه. ولش کن، با درک که میخواد بزنه. اما آروم باش. با از چن ریلسک باشید. ریلسک باجی فرض کن همین مچه اول وین کنیم. این یلوی دوسته یلو بنده خدا 2 تا امرالد از من گرفته بود که تولدش داده بودم، اونقدر زوخ کرده بود. 7 تا ایمرالد داشت. سگ بلو رو گرفتم زیر بار سردم. یه لحظه چرا هنگی من زدم بلو. وان ترای حاجی اصلا خیلی پیکای نوبا. این مپ قدیمیه، این مپ خیلی قدیمی، خیلی باحاله، خیلی خوشگله. شاپش کدوم ور من گیت شد. خیلی وقت بازی نکردم. چقدر مپش خوبه، من تو کف مپشم. یه خورده لاشخوری کنم. کلن در کل بلو بیا اینجا. به خدا کاری ندارم، فقط میخوام به مامان درخواست بدم. بیا درخواست ادفرند میخوام بدم. درخواست بیا 24 تا اچ پی داره. گلدن اپل خوردی با نمک دست سگ. میخوای برای من بلاک میذاری؟ یارش هم اومد. خب من یارش رو دیدم ترسیدم مردم. از اونجایی که ما ایکسبان خیلی عادت کردیم. از اونجایی که ما بنیم. آره قضیهش طولانیه. نه دلایلش که نامعلوم که نیست. چیز دیگه کیل فارم کردیم، هر غلطی که میتونستیم کردیم که این شد. آره گیرین بنده خدا تا منو دید این داشتش پر روه. من از اونجایی که دمیج ندارم مستقیم میرم به سمت بت دیفنس. وای یه نفر خدا خیرش بده کی لخت کردینو بلو. آجی مان هنوز اینجا فایربال 40 تا آیرون خدا رو شد. نمردیم و فایربال 40 تا جنبه باشم باید بیام خدایی. ولی تیرکس باین تا امرال میگم آیرون رو زیاد کرد، همه هجوم بردن فایربال بزن یا علی. همشه حاجی
از این زاویه که دارم نگاه بلو هم میکنم ببین سریع تا الان بزنیم. تا الان پیکایا واسه من چقدر نوب چقدر. ثابت شدن. نوب نیستن همشون، یکی پرو در وای بیاد. صفحه مانیتورم آره، رفت. آره اینم هست که مثلا از اون که اینا آدم لاس شری هم و خارجی هم اینا خیلی لاس شری. اینا لاس نیست وضعشون میدونی. خود دیگه خارجی هم وضعشون هم خوب نباشه بازم پولی نیست واسه اینا. اصلا پولی نیست. چرا من اومدم این ور؟ چرا واقعا مطمئنم شاید تازه من تست کردم بعد میخوام ببینم چجوریه. بعضی هستن خارج هم هست دیگه که ما باشه اجازه نداره واسه بازی خرج کنه. تو رپ چی داره هر چی باشه به اصلا پولی نیست واسه. آره مثلا ایرانی‌ها مثلا تو مثلا 5 بعضی موقع هستن 5 واسه بازی خرج نمی‌کنن. 5000 تومان بعضی اینجوری هستن. پولی نیست. نه برای پولش نمیگن. برای پولش نمیگن بعضی. همینجوری اصلا میگن یه سایت خطرناک تو خارج فکر کنن چیزی. ای بابا اچ پی رو بزنن. آره واسه تو میگن. آره ولش کن. من چرا اومدم جایی که بد داره؟ سه تا بلو رو دور بیسشون پیچوندم بچه. 8 امرالد دارم. من نمیدونم چرا دارم استک میکنم ولی خب کل سه تا بلو رو دور بیسشون. چقدر امرالدام سریع میاد. سرورت قشنگ تمیزیه ولی پلیراش یکم نوبه. نوب نیستن ولی خب دیگه های پیکسل اینقدر هم بگیم. سی پی اسی هن؟ آره میشه گفت. آره دیگه فرض کن تو مثلا اون کسایی که آره. مثل ما بیان پلی بدن پیکا نمیان که مثلا 2 سال باشه بدورس پلی بدن بعد بیان پیکا نه معلومه که نمی. بابا یارو اومده تو حلقم داشت ولم کن. آقا ول کن منو. بابا دایمن دارم میگه ول کن منو. بچه بلو بابا یارو پرات ول میکنه، یکی از پشت میزنه که جلو. بلو در خدایی میرم یکی سگم از جلو بعضیشون میاد. پشتمش چی مان؟ اسم بلویی که منو خوش یکم ناجوره مگا داره اولش. من بکنم اینم اسمش چیه مگا آره میدونم به ایرانیش من فکرم بچه. چرا من دارم امرالد میگیرم؟ خب بذار برم بیسی بلو دیگه. بذار همه اینا رو اینجا دراپ کنم. یارو صد ایرانیه وای چه اسمیه. واقعا شاید حالا از سر علاقه این کار کرده به این اسم علاقه داره. وای یه رگش خارجی یه رگش ایرانی ما که نمیدونم. اینه آره یه بازی با یه چیز دیگه قاطی کردم. ابوالفضل اومد. اوکی آخ حمله کردم. اومدم. اومدن یعنی اینقدر سوتی میدم. ابوالفضل امرالد داری چی؟ نه امرالد کیلو چنده ما دست خود چی گفته؟ You are using چی؟ گفت نایف استفاده میکنی همین چیزی. sword you are using a snipe. فکرم یارو داره فایربال میزنه. یلو داره از این موقعیت استفاده میکنه و فکرم داره استفاده. من یه بد بلو رو میزنم اگه خدا بخواد. میری اگه بیستشون خدا همه بخواد. دور. یلو رو نمیشه زد. یلو یلو چرا همه بیستن؟ بلو هم همین. ای میرن دائمی. اوه دارن obsidianن. بچه بلو اومد. بلو تو پایان شد. دو تا تو بیس هم دیدم. هشت گل بشم شده. میگم برم یلو پاره کنم. یلو همه تو بیس دارن فقط میرن دوران برمیگردن. اختصاص خود نمیشه. همه میرن دوران برمیگردن. یکشون چیه؟ یکشون obsidian. آره. مطمئنی؟ آره دیدم. همون لحظه داشت obsidian می‌کرد یعنی همون لحظه. چجوری بزنیم و خود بگیریم. آره دیگه. من نمی‌تونم بیجکسم رو استفاده بدم. آرمور ندارم. آرمور خریدم یه بار. دقیقاً یه آرمور خریدم. چرا نمی‌تونم بیجکسم؟ نوشته you already have this tool or باید مستقیم دارمیدیشو بگیری. واقعا
آره داخل پیکو اینجوریه. دایمندی چه شکلیه؟ چی یعنی مثلا چقدر پیرکس میخواد؟ ما اول باید آیرنی بگیری، بعد و چقدر دوباره میخواد دایمندی چی میخواد؟ گلدش کنی، بعد دوباره چیز کنی که مستقیم میتونی 14 12 تا گلد هر چی بخوای بگیری. 12 تا گل؟ آره. اوکی من دایمندیشو او اینو میگیرم بزن. میرم بیس. یورو به یورو در میره. what the fuck. افز همراه بیا مول. فراد. ابوالفضل تو من و ماهانو چیز بده، من پیکست دایمندی دارم ماهانم داره نه؟ یا من و تو سرگرمشون کنیم ماهان بزنه. پیدا کردم. الان اون بدش بیسشونین. بیس بودم اینو به سگا ولکن آدم من 2 تا نیستم. فایربال دارم خیلی فقط میزنم که بابا سرگرم شه. 2 نفرن کلن، 2 نفر نمیدونم پروت بگیریم فکر کنم بتونیم یه بذار حرکتایی من یه بزنیم. دقیقه رفتم بیسشون 2 تا فایربال دارم میخوام بلاک کنم خدا. آقا من میرم میخورده پروت اینا بگم نمیشه برو اینا فقط میان دایمند رو درسته. برمیگردن دیگه هیچ غلطی نمیکنن. نه اینجوری نمیشه زد. ما کردیم که میده یه جایی باشن حواسشون. چرا افتادم؟ او شمشیر دایمندی دارم با کسی شوخی هم ندارن. وای سورد دایمندی داشتن یه لحظه پرام. یه بار میگم شمشیر یه بار میگم سورد. همون شمشیر نه ولش کن سورد. با یه پراتی چیزی بگیریم اینا پراتشون فکر کنم فوله. نمیدونم اینجوری نمیشه زد دیگه. دایمند جمع کنیم فعلا. ایتور به ما البته ایتور که خدا ای بابا ایتور به ما سرعت بخش من میخوام پارهشو کنم. برو 20 تا امرال لالالا. بیا اینویز ما اینویز بخر یکم پلاس بگیریم. اینویز شارپ هم میخوام. من شارپ میگیرم هفت پلاس. 10 تا دایمند دارم. ها؟ وات ذا فاک. چیکار کنیم که در صورت تو پیدا می‌کنی اینا چرند اینویز هم جواب نمیده. چقدر چرت وقتی اینویز داره. پلاس خیلی گرونه. پلاس 10 تا میخواد. پلاس 10 چقدر کام پلاس آخر 20 تا بخواد. دو تا قشنگ هیچ نمیشه. چقدر پیکو تورم چه تو بگیریم. من امرال بگیرم چیز بگیرم بریم بزنیم. آره بریم. امرال کافی نیست. براتون یکی تو سرجان. نه امرال داداش میدونم میگم پراتون یکم لباس بخرم یلا دارم میام بیسون یلا من بیسون بوستان دارم میده یلا بوستان دارم دیگه صفحت شمشیر دایمندی هم که داره اومدم دم انداختم تو چست اینا بزنیم بریم باش بریم کون یلا اون یکی اون یکی هم مرد نه بزن هم دایمندر سه تا دایمند بیا خب من بیا راش بدیم دیگه. من پیککس خریدم بریم. میخوام روش بدم ولی خب obsidianه. خب بزنیم 3 نفری 2 اوکی نفر من پس این سرگرمشون کنم تو یا همینجوری بزنیم. بیا اوکی من سرگرمشون آقا کنم. ببین دفو قشنگ لختش کنی بعد بلاکین هم کنی بعد نیست. من زدمشون من هر دوشونو کشتم. اگه یه نفرتون بیاد پیککس اوکی دایمند بریم بالا بریم بالا من پشت سرتونم. بدو قشنگ به دیفنس ها اومدم پایین میشه بیاین هر دوتون باید اینجا باشین الان میتونیم بگیریم. بیاین عقب برو آه. آقا میتونم. آقا منو میزنن. آقا خب این دوتا رو باکسینگ بزن کن داداش. این دوتا رو باکسینگ کن زدم به هر دوشونا. کندم آقا کندم. بابا مادر تو من امشب اگه صلوات نفستم اسم من حفظ بود. اوکی بدارم What the fuck چقدر زود. بابا حالا چجوری پلی بدم باختیم من که من خواستم اینا رو بمالم. نباختیم هنوز یه دقیقه صبر کن. میلوکم خیب شد خدای من دیگه دارم فشار میخورم. باید دایمند هامان. امرال دایمندای منو گرفتی تو جنریت نه تو ادرچستم بود تو یعنی چی نمیاد خیلی چرته پیکا جاییدن. اه. من یه آقا ترای من اصلا میزنم دیگه. بلوکم غیب شد. من بغل بیس کلیکی نبود کلوچ کردم داشتم میرفتم توی خود بیس بلوکم غیب شده چی بود شد. راستی اینا رو فقط کم مونده فاینال کنم. هیچ خب من الان آقا رفتم. بید خدایی بود رفت. مگه میدونستم کلی گلد و اینا داشتم مصرف چرا میکردم. نیومد از اندرچستتون نیومد. خیلی بده این 10 تا دایمند داشتم میتونستی پرات آپگرید کنی فقط من یه هواپیما استفاده میکردم از وسایل واقعا نمیمردم. فایربالش کن الان خود میشه آره بزن بابا اون لحظه رو بیسشون میافتاد نمیافتاد تو بود. من فشار اوه what the fuck
چقدر یارو وی آی پی جون خودش. این یکی فقط مونده کار ویو داداش تیمی فرقی اما نداره. بیا من گاوه خب وای نزن یعنی چی خدا تو what حافظ بیا حافظ. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو تماشا کردین. قبل از هر حرف اضافه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و تا یه ویدیوی دیگه بای بای.